تست ایزولاسیون با همونجور که مشاهده می‌کنید 48 ساعته ما پشتیم رو آفرین کردیم تا ببینیم ایزولاسیون اون مورد تایید هست یا خیر. این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنها ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنها ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا. رهاسازی آب بعد از مورد تایید شدن ایزولاسیون. اون قسمت هم که می‌بینید آب کاملا تخلیه شد. خب ما دیروز تست آبند رو انجام دادیم. الان که خیالمون راحت شد از بابت قیرگونی داریم ملات محافظش رو میکشیم. علتش هم اینه که سنگکار که میخواد کار بکنه حالا برشکاری داره، تیشه داره، بشکه داره، هر کاری که داره به قیرگونی ما صدمه نزنه.